سلام به همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران. من مانا هستم و امروز میخوام تا با شما درباره زندگی فرخرو پارسا صحبت کنم. پس با من همراه باشید. فرخرو پارسا متولد سال 1301 پزشک و سیاستمدار ایرانی بود. او نخستین مدیر کل زن در ایران در سال 1339 از نخستین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و اولین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. او در کابینه دوم و سوم امیر عباس هویدا از سال 1347 تا سال 1354 وزیر آموزش و پرورش ایران بود. او همچنین نماینده تهران در دوره 21 مجلس شورای ملی هم بود. در ادامه نگاهی داریم به زندگی نامه فرخرو پارسا و خوشحال میشیم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و با زدن سابسکرایب عضو کانال ما بشید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدید ما رو اول از همه ببینید. فرخرو در اسفند سال 1301 در باغی خارج از شهر قم به دنیا آمد. مادرش از فعالان حقوق زنان و مدیر مجله جهان زنان بود. پدرش کارمند وزارت بازرگانی و مدیر مجله های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عصر جدید بود. او در کنار آموزش در دبستان و دبیرستان در تهران و مشهد و همراه خواهرش تار و ویولون آموزش میدید. فرخرو تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان همای تهران گذراند و برای ادامه تحصیل در دبیرستان به دانشسرای مقدماتی رفت و بعد از آن به دانشسرای عالی رفت و در سال 1321 دانشسرای عالی را با گرفتن مدرک لیسانس در رشته علوم منابع طبیعی به پایان رسوند و از همون سال به تدریس در دبیرستان‌های تهران مشغول شد. بعد از اون به دانشگاه تهران رفت و تحصیلات دانشگاهی خودش را در رشته پزشکی ادامه داد. در سال 1329 با گرفتن دکترا از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. علیرغم اینکه در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده بود، کار طبابت رو کنار گذاشت و ترجیح داد به کار فرهنگی مشغول بشه. به این ترتیب در وزارت فرهنگ اون دوران مشغول به کار شد. فرخرو پارسا در سال 1321 با احمد شیرین سخن ازدواج کرد. در سال 33 به همراه چند نفر از همکارانش انجمن فرهنگی رو برای دبیرستان‌های دخترانه اون دوران تأسیس کرد و در سال 35 به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای همکاری جمعیت بانوان ایرانی انتخاب شد. او همچنین اولین مدیر کل زن در ایران بود. در سال 39 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه ملی ایران را به عهده گرفت. انتصاب یک زن به این سمت اعتراضهای زیادی را در محفل‌های اداری، فرهنگی، سیاسی به راه انداخت، ولی مقامات دانشگاه تونستن از برکناری او جلوگیری کنند. سرانجام در سال 47 با عنوان اولین وزیر زن در تاریخ ایران به عنوان وزیر آموزش پرورش انتخاب شد. در این مدت چندین تشکل ویژه زنان در انجمن بانوان فرهنگی شورای همکاری جمعیت بانوان ایرانی، سازمان زنان ایرانی، خانه زن، شورای ورزشی بانوان و جمعیت زنان دانشگاهی ایران را به وجود آورد. فرخرو زبان عربی را از درس‌های اجباری دبیرستان‌ها حذف کرد و چادر را در مدارس ممنوع کرد. در مقاله‌ای درباره پوشش دختران در مدارس نوشته که دانش آموزان حق ندارند در محیط مدرسه لباسی غیر از روپوش مدرسه بپوشند، چه چادر چه مینی ژوب. از نظر اون پیشرفت و تحصیل از پوشش جداست و معتقد بود که زنان در همه سطوح اجتماعی باید برابری داشته باشند. در هنگام وزارت اون محمد بهشتی و محمد جواد باهنر در کار تهیه کتاب‌های درسی از مشاورین فرخرو پارسا و از حقوق بگیران اون وزارتخونه بودند. پس از انقلاب سال 57 اون با مقدماتی چون حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش و پرورش، کمک به انتشار فحشا در آموزش و پرورش، همکاری با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران در دادگاه انقلاب اسلامی در شعبه تهران به ریاست خلخالی محاکمه شد.
و بعد از 9 جلسه به اعدام محکوم شد. اون در دفاع از خودش گفت: متاسفم از اینکه اتهاماتی به من وارد شده که دلیل و اساس محکمی نداره و این عمل باعث پریشانی افکار من شده. در اتهامات وارد شده به من حتی دین من رو مورد تردید قرار دادن. من مسلمانم و شیعه به دنیا اومدم و شیعه از دنیا خواهم رفت. راجع به غارت بیت المال که بزرگترین اتهام منه باید بگم من این مسئله رو تکذیب میکنم، چون در تمام طول خدمت من نه کار مالی و نه سر و کاری با حساب و دفتر داشتم. اینایی که به من اتهامات مالی وارد کردن بیان بگن من این پولا رو از چه طریقی دزدیدم. فرخرو پارسا به عنوان مفسد فی‌الارض در سن 57 سالگی در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1359 در تهران به دار آویخته شد و چون طناب دار پاره شد اون رو تیربارون کردند. مرده‌شورای انقلابی از شستن جسدش چون به عنوان مفسد فی‌الارض یاد شده بود امتناع کردند و به ناچار زنان خانواده پیکر اون رو شستند. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و به همون بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به کدوم یکی از مشاهیر کشورمون باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.